صد سلام و هزار تبریک به همه هموطنای با صفای خودم. دیشب یه مشت جانانه فک سیدعلی و کوسه و شیخبری و همه اراذل و اوباش حکومتی رو دوخ به هم. زهر کم بود، ریزش کم بود، شکاف کم بود، مصیبت کم بود، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشرم اضافه شد. خلاصه قوز بالا قوز برای ولی فقیه. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. The European Union continues to be concerned about the grave human rights situation in the Islamic Republic of Iran. Iran's already high execution rate has increased since the start of 2014, with courts often issuing death sentences after trials that raise serious due process concerns. The Republic of Macedonia remains concerned about the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. 421 is hereby adopted. سیدعلی که خوب میدونه این قطعنامه ها چه عواقبی برای جسم زهر خوردش داره، تا دلتون بخواد سگ دو زد و خودشو به در و دیوار کوبید تا هر طور شده جلوی این قطعنامه رو بگیره. دم خیلی از کشورهای همریشش رو هم دید، اما النهایه مشت فرود اومد و آه سیدعلی از حلق نمایندش اینجوری بیرون زد. امروز روز بدی برای حقوق بشر است و سیاسی شدن حقوق بشر در شورای حقوق بشر بسیار نگران کننده است. دو گزارش در رابطه با ایران وجود دارد، یکی گزارشگر ویژه و دیگری گزارش دبیر کل که ما نمیدانیم چطوری این گزارش ها تهیه شده است که چشمها را بر روی پیشرفت های ایران در زمینه حقوق بشر بسته است. وای عجب سوالی. آقا یکی بیاد چشمای بسته رو باز کنه. آی ایها الناس، پیشرفت های حقوق بشری سیدعلی و شرکا رو ببینید. هر 7 ساعت یه نفر رو اعدام میکنن. مگه این خودش کم رکوردیه؟ بابا شما قرار بود زهر اتمی رو بریزید تو حلق سیدعلی، چی شد که کار به حقوق بشر کشید؟ مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. آره، هیچکی نباید اسم حقوق بشر رو بیاره. حقوق بشر فقط حقوق بشر ولاییه، اونم با اضافه حقوق. راستی اون یارو نماینده سیدعلی تو اجلاس حقوق بشر یه سوالی هم مطرح کرد. چی بود سوالش؟ که ما نمیدانیم چطوری این گزارش ها تهیه شده است که چشم ها را بر روی پیشرفت های ایران در زمینه حقوق بشر بسته است. طفلک ریشدار براش سوال پیش اومده، میگه ما نمیدونیم این گزارش ها چجوری تهیه شده. باشه، الان جواب تو این حاجی ابوالمشنگ پشمالو یعنی حسینی نقبی میده. طرف سوزشش از قطعنامه و تمدید مأموریت گزارشگر حقوق بشر رو اینطوری تو جلز و ولز اساسی یک کاسه کرده. این گزارشگر نه تنها علیه ایران گزارش‌های کذبی تهیه می‌کند، بلکه آن را در شبکه‌های مختلف و کنفرانس‌ها مورد تحلیل قرار می‌دهد تا رضایت رژیم صهیونیستی و مجاهدین را فراهم کند. رویکردهایی نظیر دروغ پردازی، تحلیل‌های واهی، کسب اطلاعات از مجاهدین و بهره‌گیری از موساد و سیا نشان می‌دهد وی نه تنها گزارشگر نیست بلکه عامل صهیونیست‌ها و سیا است. ببین ادامه بده. کاگبه و اینتلیجنس سرویس و MI6 رو از قلم انداختی. بدبخت فکر میکنه با قطار کردن این اسما میتونه ترسش از مجاهدین رو پنهون کنه. چیزی که عیانه است
چه حاجت به بیان است. من که میدونم از کجا میسوزی عظما. دم هموطنای خودم گرم که این چند روز حسابی حال سیدعلی و لابی مابیاشو جا آوردن. پیام به جان جانان، به خلق و مهر تابان، به اشرف ماندگار ایستاده این تابان. امسال سال عصر آخون کشی میچست، امسال سال عصر آخون کشی میچست. اینجاست که سیدعلی باید دم بگیره و بگه همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. ابا امامم جهنم کش بیجامم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. ابا امامه و کش بیجامم جهنم هسته و اتم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم جهنم کارت بسیجم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم و کارت بسیجم جهنم لنگ و چفیم رو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن. ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم و کارت بسیجم و لنگ و چفیم جهنم منقل و زغالو بردن. همومی آی همومی ابا امامم رو بردن.